لیست داریم آقای فرامرز داور از شیکاگو هستن و آقای بیژن مهر، ولی حداقل یکی از دوستان بسیار بسیار عزیز من خانم راهده که از ونکوور تشریف آوردن صحبت‌هایی داشتن که من می‌خوام ایشون تو لیست بذارم با اجازه دوستان یک فرصت بیشتری به این قضیه بدم. آقای فرامرز داور. خیلی ممنون به خاطر این فرصتی که به منم داده میشه چند کلمه‌ای در این صحبت بکنم. نظر من آقای داور از دادور از اعضای اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی نهاد شیکاگو هستند. دوستان زحمت این همایش رو روش کشیدن، از فعالین کمیسیون آکسیون بین‌الملل هستند و 10 دقیقه در اختیار شماست آقای دادور. خیلی ممنون. اینجا آقای تقوایی هم فرمودن در آخر برنامه صحبت کردن یه مشکلی که داریم اینه که خیلی از صحبت‌های خوب از طرف دوستان انجام میشه. به حال ما هم یه بخشایش رو اینجا مطرح میکنیم. من در 2 قسمت صحبت میکنم. یکی همونجور که قرار شده بود مسئله شرایط سیاسی در ایران و بعد وظایف جمهوری خواهان اپوزیسیون جمهوری خواهان آزادی خواه. همونجور که صحبت شد و من اینجا تاکید میکنم، من فکر می‌کنم انتخابات اخیر در ایران کاملا غیر آزاد و درون حکومتی بود. دلایل اصلیش هم همه میدونیم به خاطر وجود نظام ولایت فقیه. ولی یه سری تحولات به وجود اومد به نظر من در ایران. یه سری عقب نشینی‌های تاکتیکی از طرف رژیم ولایت فقیه خامنه‌ای، بیت خامنه‌ای و نزدیکانش انجام شد. دلایل عمده‌اش هم تا اندازه دوستان اشاره کردن. یک مسئله تحریم‌ها، مسئله روابط خارجی، فشاری که از طرف دول غربی به دلایل مختلف که واردش نمیشن به ایران وارد میشد و اینها خیلی به نظر من در شرایط زندگی مردم ایران به ویژه تو دای زحمت کشور کارگری تاثیر مخرب گذاشته و میگذاره. ولی به هر حال اینها باعث اعتراضات و خیلی اعتصابات و حرکات اعتراضی از طرف مردم میشه که خب رژیم این خطر رو احساس کرده. از طرف دیگه اینها بالاخره بایستی نظام جمهوری اسلامی و سیاستش رو در یک جاده منطقی به اصطلاح پراگماتیستی میذاشتن که بتونن کلاً خود نظام جمهوری اسلامی رو در دراز مدت نجات بدن. و من فکر می‌کنم همونجوری که دوستان برخی از دوستان هم اشاره کردن تا اندازه این یک معامله‌ای بود، یک موافقتی بود بین جناح‌های مختلف حکومتی به ویژه از طرف خود بیت خامنه‌ای و اصولگرایان و تا اندازه جریانات میهنی رو. در واقع سیاست پراگماتیستی و عقب نشینی‌های تاکتیکی از طرف حاکمان اصلی رژیم به نظر من انجام شد. در واقع انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران، نه رئیس جمهور ایران، به نظر من تا اندازه‌ای بر اساس ترکیبی از نزدیکی با غرب، چون مسئله خود حیات جمهوری اسلامی در خطر بود و اینکه وضع اقتصادی مقداری بهتر بشه. خب همینجوری که دوستانم اشاره کردن به خاطر وجود سیستم فقاهتی ما از لحاظ اقتصادی و توسعه اقتصادی حتی در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری که برخی از دوستان گفتن مثلا در کره جنوبی، برزیل، اینها هم به مراتب عقب افتادیم و اینها همه بالاخره تولید قیام‌ها و شورش‌های خواهد بود که این رژیم احساس خطر میکنه. ولی خب حسن روحانی هم به نظر من اونچنان فلسفه سیاسی اجتماعیش فرق زیادی با اصولگرایان نداره. در هفته‌های اخیر به صحبت‌های ایشون و وزرایی که به کابینه معرفی کرده که توجه بکنیم، اینها در مجلس علنی تظاهرات و اعتراضات
میلیونی سال 88 رو هنوز فتنه خطاب میکنن، اردوکشی خیابانی ازش یاد میکنند و آقای روحانی بر اینکه برنامه‌اش سیاسی و امنیتی هست تاکید میکنه. خب من فکر میکنم در رابطه با شرایط سیاسی و فضای سیاسی ما چنان امیدی نداریم که شرایط موازین دموکراتیک در ایران به وجود بیاد. تنها زن منتسب به کابینه بهتر سمت معاون حقوقی رئیس جمهور، ایشون از اینکه از وضعیت اعدام‌ها، کلاً از اعدام‌ها دفاع میکنه. ایشون اعتقاد داره که در ایران نظام سیاسی و انتخاباتی خوب هست و تبعیض جنسیتی وجود نداره. خب من فکر نمی‌کنم که اونچنان تحولی رخ داده. در ادامه صحبت‌ها میخوام در رابطه با وظایف جمهوری خواهان آزادیخواه ادامه بدم. خب من می‌گم از این شکاف‌های فرعی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی و عقب‌نشینی‌های تاکتیکی بالاخره مردم به نوعی و نیروهای سیاسی و اپوزیسیون هم به نوبه خودشون باعث استفاده صحیح بکنن. من فکر می‌کنم این هم اشاره بکنم که مردم حالا یا رأی ندادن یا رفتن به روحانی رأی دادن. این علامت به نظر من اکثریت مطلوبه مردم با هدف اینکه به اعتقاد داشته باشن که روحانی میتونه جامعه رو به طرف نبود تا اندازه نه بزرگ کل نظام بلاد فقیه و در این حال استفاده کردن از عقب‌نشینی تاکتیکی بودش که به نظر من میتونه تفاسیر مختلف ازش داشته باشه. ولی من فکر میکنم برای جریانات جمهوری خواه در اپوزیسیون که خواهان عبور از جمهوری اسلامی هستن و خواهانی هستن که در آینده ایران نظامی دموکراتیک سکولار و انتخابی برقرار بشه، بایستی در تاکتیک ها و استراتژی خودشون هوشیاری داشته باشن. نگاه کنید یه جا هستش ما صحبت از جمهوریت میکنیم، عبور از ولایت فقیه میکنیم، ولی تمام کارزارها و برنامه خودمون رو خود محور دفاع از حقوق دموکراتیک در چارچوب همین قانون اساسی که لزوما قیدش نمی‌کنیم متمرکز می‌کنیم. خب این بد نیست ولی این کافی نیست. به نظر من جمهوری خواهان اپوزیسیون عمدتاً حول محور استراتژی گذر جمهوری اسلامی، برچیدن جمهوری اسلامی باعث برنامه خودشون رو جلو در این حال از کارزارها برای لغو نظارت استثبایی، برای تبعیض زدایی و برای سری حقوق کارگران زنان هم باعث فعالیت بشه. ولی دفاع از مطالبات دموکراتیک همکنون باعثی در قید حول محور سیاست استراتژیک گذر جمهوری اسلامی باشه. اگه این دو رو با هم اشتباه بکنیم ما در کنار اصلاح طلبانی قرار میگیریم که امید گذر جمهوری اسلامی رو ندارن ولی غنیمت میدونن که یه سری تحولات انجام بشه. من بر اون قسمت دیگر رو تاکید میکنم. در واقع دغدغه اصلی اپوزیسیون جمهوری خواهان آزادیخواه باز این باشه که همواره مسئله عبور جمهوری نظام ولایت فقیه رو مطرح بکنه. یه سری صحبت‌ها شد حول محوری که کارزارها رو چگونه ببریم به جلو. من فکر می‌کنم همکنون در ایران به خاطر شرایط وخیم اقتصادی کارگران ایران به اعتصابات به اعتراضات وسیعی هر روزانه دست میزنند و این دفاع از خواسته‌های زحمتکشان و کارگران بسیار مهم است. دفاع از خواسته‌های زنان برای برابری حقوقی مهم هست. لغو نظارت استثبایی مهم هست. ایجاد روابط مسالمت‌آمیز با خارج و شفافیت در برنامه اتمی بسیار مهم هست. ولی خب همونجوری که دوستان هم فکر کنم مثلا اسکایپ مطرح کردن، استراتژی اصلی ما چی میتونه باشه؟ من فکر می‌کنم یکی از برنامه‌هایی که ما باید داشته باشیم همواره این هست که توی خواسته‌ها و مطالبات خودمون من کلمه اخیراً به مسئله رفراندوم یه جایی اشاره کردم. من فکر می‌کنم ما
اگر فرمول بندی های مشخصی برای عبور از جمهوری اسلامی نداشته باشیم و فقط گذر از اون رو مطرح کنیم و فقط از حقوق دموکراسی دفاع کنیم و فقط مسئله حقوق بشر و گفتمان دموکراتیک و معنویات و تحمل دگراندیشان همه اینها رو همواره مطرح کنیم، تا اندازه فقط کارهای فرهنگی مدنی و دموکراتیک کردیم که به نظر من خیلی مهم هستن ولی کافی نیست. باید یه فرمول‌های مشخص داشته باشیم. یعنی بخشی از خواسته‌های ما در چارچوب نمیدونم برگزاری انتخابات آزاد این هستش که ما همواره این که از سازمان ملل بخوایم که دخالت بکنه مثلا برای برگزاری یک همه‌پرسی عمومی در ایران، مجلس مؤسسان از طرف برکردن، یعنی توی شعارها و مطالبات ما راهکارهای مشخص برای عبور مطرح بشه. به شکل عام فقط برچیدن جمهوری اسلامی و استقرار جمهوریت و حقوق بشر کافی نیست. مثلا در 2 سال دیگه، در سالهای آینده، ما در داخل ایران وقتی از خواستهای مردم دفاع میکنیم به عنوان سازمان‌های سیاسی مدنی اپوزیسیون، نه جریانات فقط دموکراتیک حقوق بشری، بالاخره مردم انتظار دارن ما حداقل بخش کوچکتری از اپوزیسیون هستیم یا خارج کشور هستیم. چه نوع راهکارهایی رو ما نه که لزوما برای مردم تعیین بکنیم ولی حداقل خودمون ترجیح میدیم، حداقل خودمون ترجیح میدیم. جمله‌تون تمام کنید. من فقط با این جمله صحبت رو به اتمام میرسونم که خیلی از تحولات و تجربیات در کشورهایی که اشاره شد در امریکای لاتین بوده. انقلاب لزوما به مفهوم خشونت نیست، ولی در این حال ما اگه در ابتدای بیانیه جهانی حقوق بشر توجه بکنید، حق مسلم مردم هر جامعه هستش که علیه ستم و علیه تیرانی برخیزن، شورش بکنن و من معتقدم که یک انقلاب آرام دموکراتیک با تظاهرات خیابانی، اعتصابات خیابانی و خیزش‌های مردمی همونجور که در کشورهای شمال افریقا انجام شد، همونطور که در امریکای لاتین به ثمر رسید، در ایران هم موفق خواهد شد. خیلی ممنون. مرسی. سخنران برنامه آقای بیژن مهر هستند که از 2 سال به افتخار شرکت در نمایش دارد. از فعالان سیاسی و بشر، فارغ التحصیل دانشگاه رودکرز بنیام در اجتماعی صنایع هستند. عضو جبهه ملی ایران و سردبیر خبری جبهه ملی ایران جبهه اینفو هستند که از بوستون به ما پیوستند. 10 دقیقه بچه ها اسماعیل. مرسی. آقای رئیس، خانم ها آقایان، با سلام و با سپاس از زحمتی که همه کشیدن اینجا نشان بردن و دوستانی که این جلسه رو برگزار کردن. از صمیم قلب امیدوارم که این جلسه یک جلسه متفاوتی با دیگر گرد همایی باشه و یک فرصتی رو به همه ما بده که کمک کنیم به نهضت ملی در داخل کشور، کمک کنیم به برقراری دموکراسی و حفظ یکپارچگی ایران. دوستان راجع به شرایط کنونی صحبت کردن در داخل کشور. من با اجازهتون میخوام راجع به شرایط کنونی در خارج از ایران که فکر میکنم یک معضل بزرگی هست که جمهوری خواهان با شروع هستن صحبت کنن و اون معضل پراکندگی، جریانی که میتونه و به حق باید اکثریت قاطع مردم ایران رو نمایندگی کنه و انعکاس دهنده نظرتون اونها باشه، متاسفانه دچار این پراکندگی ها شده و اپوزیسیون خارج از کشور به دست یک جریانات ضد ملی افتاده که اگر به راهروهای کنگره و سنای آمریکا تشریف ببرید میبینیدشون، در پنتاگون میبینیدشون و جریانایی هستش که واقعا هیچ نمایندگی از خواستهای مردم ایران نمیکنه. این روزها هم که شاهدش هستیم بعضی ها آماده مبارزه مسلحانه میشن. حالا چجوری میشه با رژیم دادن مسلح رو که روزی 50-60 تا طلبه تحویل جامعه میده با هیچ ابزاری
سرنگون کرد و منحل کرد. نمیدونم سوال اصلا ارزش طرح کردن داشته باشه یا نداشته باشه. اما جمهوری خواهی احتیاج به یک رفرم، احتیاج به یک طرح نو و تازه‌ای داره. دو کار اساسی میشه کرد. یک برنامه کوتاه مدت برای ریزش نیروهای جمهوری خواه و برای انسجام اونها در کوتاه مدت و یک برنامه دراز مدت هم برای اینکه بعد از اینکه این اتحاد شکل گرفت چه باید کرد. حالا ما همه نیروهای جمهوری خواهان بیان و با یک منشور جدید و یک فکر تازه دور هم دیگه جمع میشن که عملا میدونیم شکل نخواهد گرفت و تجربه نشون داده که این منشور نویسی ها و اساسنامه نویسی ها بیشتر به گسستگی انجامیده تا پیوستگی. اما میشه یک فکر جدید کرد و اون فکر هم تشکیل جبهه جمهوری خواهی با حفظ هویت، با حفظ منشورها و اساسنامه‌های تمام سازمان‌ها، اما با احترام متقابل. یعنی جمهوری خواهان بیان تمام این منشورهایی که همه ما می‌دونیم 99% یکی هست رو به رسمیت بشناسن و به جای اینکه کسی زیر چتر کسی بره و هر کسی ادعا کنه که چتر من زیباتر و بزرگتر هست، زیر چتر حاکمیت ملی متمرکز بشن با حفظ هویت و با حفظ باورها. دوستان صحبت از پروژه‌های مشترک می‌کنن. این برمیگرده به اون برنامه دراز مدت. برنامه دراز مدت دوستان با انتخاب آقای روحانی به نظر میاد که ایشون 8 سال در مسند قدرت خواهند بود، چون تاریخ اینجوری نشون میده اونایی که کشته شدن یا فرار کردن که خب حسابشون جداست، ولی اونایی که ماندن 8 سال رو بودن. این 8 سال به احتمال خیلی زیاد مصادف خواهد شد با پایان عمر آقای خامنه‌ای. حالا اگر هم عمرشون به پایان نرسه در شرایطی نخواهند بود که بتونن با اقتدار و قدرت کشور رو اداره کنن و در اون موقع هستش که مردم ایران دوباره زیر بار یک ولی فقیه دیگه نخواهند رفت و این رو از همین الان نشونه‌هاش کاملا مشخصه. بنابراین برنامه ریزی 8 ساله میتونه در این مدت شکل بگیره و اونم تدوین و کار اساسی و کار دقیق میخواد. ما باید از این اتحاد برای بسیج عمومی چه در داخل چه در خارج از کشور استفاده کنیم. ما باید از تعداد 300 400 یا 500 تا فعالی که هست بگذاریم. این اتحادی که میخواد شکل بگیره نباید برای اینکه تعدادمون از 30 نفر به 300 نفر بکنیم یا سایت بهتری داشته باشیم یا برنامه‌های متفاوت‌تری داشته باشیم، بلکه این باید استفاده بشه برای کمک به نهضت داخل کشور، برای به قول آقای روحانی اردوکشی خیابانی، به قول دوستان عزیزمون سازماندهی خیابانی. و این نقشیه که ما میتونیم در خارج از کشور به خوبی ایفا کنیم. بعد از اینکه این اتحاد اگر شکل بگیره با یک مخرج مشترک 3 ماده‌ای، تمامیت ارضی کشور، حاکمیت ملی و تعهد به رفع تبعیض که میتونه کوچکترین مخرج مشترک باشه، با شناسایی و با احترام متقابل به منشورهای همدیگه میتونیم وارد این جبهه بشیم، این جبهه رو تشکیل بدیم. و بعد از اینکه تشکیل شد باید نگاهمون به افراد خارج از سیاست باشه، به متخصصین باشه، به کسانی که میتونن کمک بکنن برای این سازماندهی، برای این 8 سال پرتلاطمی که در پیش رو هست. و این رو اگر ما 1 سال پیش هم شروع کرده بودیم باز هم دیر بود، ولی الان موقعش هست. من امیدوارم که جلسه‌ای که دوستان برگزار کردن و این صحبت‌ها مطرح بشه، این جبهه جمهوری خواهی با نگاه به داخل کشور، چون اصل جریان داخل کشور دوستان، ما در خارج از کشور هر چقدر فعالیت کنیم، هر کاری که بکنیم، اگر توهم داشته باشیم که می‌خوایم دولت تشکیل بدیم و من شورای رهبری تشکیل بدیم، خب اون خیلی عالیه، خوبه، هر سال میایم با هم دیگه هستیم و یا دوباره یک گردهمایی مثل سریس. اما وقتی تعهد داده بشه به نهضت ملی، به اون چیزی که در داخل کشور داره فریاد میزنه و ما متاسفانه بهش عمل نکردیم،
دوستان صحبت از پروژه‌های مشترک می‌کنن. دوستان ما پروژه مشترک کم نداریم. مسئله زنان جهانی نشده. ما خیلی کار راجع به مسائل زنان باید بکنیم و این نشون داده، تاریخ نشون داده که هر مسئله‌ای که جهانی شده در ایران با موفقیت روبرو شده. نمونهش همین مسئله سنگساره. شما می‌بینید که وقتی که این سنگسار با مقاومت جهانی و با اعتراضات جهانی روبرو شد، دیگه ازش خبری نمیشنوید یا اگر میشنوید خیلی به ندرت و در خفا انجام میدن و آنچنان که اون قوانین اسلامی یخه مردم گرفته بود و داشت تمدن و نمیدونم فرهنگ و همه چیز زیر سوال بود رو دیگه نمیبینیمش. مسئله دیگه مسئله حمایت از زندانیان سیاسی. البته کار زیاد شده در این مسئله. آقای نایب پاشا فکر کنم از اعضای شما هستن، زحمت زیادی میشه، دوستای دیگه در سازمان‌های دیگه، ولی کافی نیست. مسئله زندانیان سیاسی مسئله بزرگیه و یک مسئله دیگه مسئله حمایت از جنبش دانشجویی، کمک به جنبش دانشجویی برای پویایی بیشتر و برای ارتباط نزدیکتر با خارج کشور که هم اونا بتونن به ما کمک کنن از درک بهتر شرایط ایران، هم ما بتونیم به اونا کمک کنیم از نظر لوجستیک. و این کارها اگر صورت بگیره دوستان یک اعتماد سازی میشه. مردم دیگه یک به اصطلاح پروژه قابل حس و قابل لمس دستشونه و این معضلات رو میتونن همه حس کنن، چه در داخل چه در خارج از کشور. و اگر این جبهه جمهوری خواهی این سه مسئله رو، یعنی این جنبش زنان، جنبش دانشجویان و حمایت از زندانیان سیاسی رو در دستور عملش قرار بده، آن وقت هستش که ما میتونیم به بسیج عمومی چه در داخل و چه در خارج از کشور دست پیدا کنیم. امیدوارم که جریان جمهوری خواهی که واقعا شایسته ترین، فرهیخته ترین و مهمترین جریانی هستش که میتونه در نهضت ملی باشه، این مطالب رو بهش توجه کنه. خیلی متشکرم. دوستان ما از وقتی که تعیین کرده